یکی از اشتباهاتی که تمام گیمرها ایرانی میکنن اینه که تا آخر عمرشون ردد رو با تمام بازی‌های دنیا میخوان مقایسه کنن. ردد به شدت بازی خوبی، کمپانی راکستار به شدت خفنه، ولی این درست نیست که تمام بازی‌ها رو با همین کمپانی و همین بازی مقایسه کنیم. بودجه بقیه کمپانی‌ها به شدت محدوده و اصلا به راکستار نمیرسه. توی آخرین نسخه جی تی ای که هنوز منتشر نشده میگن فقط برای فیزیک آب 300 میلیون دلار خرج کردن. خیلی از بازی‌ها تا 1/3 همینم رو بازیاشون نمیتونن سرمایه گذاری کنن. پس اصلا کار اشتباهیه مقایسه کردن این بازی با تمام بازی‌ها. بقیه کمپانی‌ها اصلا نمیتونن انقدر هزینه کنن یا انقدر تایم بذارن برای جزئیات بازی. 8 سال، 10 سال، 15 سال طول بدن یه بازی رو. اگه بقیه کمپانی‌ها انقدر زمان بذارن برای ساخت بازیشون، اصلا ورشکست میکنن و تایم کم میارن برای بازیشون. نمیتونن انقدر هزینه کنن برای سالها روی بازی زمان بذارن. هر بازی یه قشنگی داره، یه سبکی داره. اینکه بخوایم تمام بازی‌ها رو با همین بازی مقایسه کنیم که کار عادلانه ای نیست واقعا و ضربه میخورن تمام بازی‌ها اگه بخوایم با یه بازی مقایسهشون کنیم، اونم با همچین قولی. چون بحث شرکت راکستار، کمپانی راکستار کلاً با از تمام کمپانی‌ها جداه.